سلام رفقا، خوش اومدین. من عرفانم و امروز قراره قسمت دوم کتابم به اسم شما مثل من نباشید رو فصل زمان رو با هم دیگه بخونیم، تحلیل بکنیم و حالا راجبش صحبت بکنیم. توی قسمت قبل که اینجا لینکش براتون میاد ما اومدیم راجب فضای تیره صحبت کردیم و حالا نکاتی که وجود داشت رو با هم دیگه بررسی کردیم. توی این قسمت که فصل مورد علاقه منم هست قرار راجع به زمان صحبت بکنیم و اینکه ماهیت زمان چی هست، چه تأثیری روی زندگی ما آدما داره و اینکه خب چرا این پارامتر انقدر برای ما مهمه و چی شده که انقدر با ارزش شده رو با هم دیگه بررسی میکنیم و از یه دیدگاهی بهش نگاه میکنیم که شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه. خب همونطور که گفتم فصل قبل درباره فضای تیره بود، اونجایی که ذهن هر کسی راجع به خودش پر از سوال و ابهامه که خب نیاز داره یه نوری بهشون بتابونه تا مشخص بشه واقعا چه کسی هست. من اینا رو درباره خودم توی فصل قبل بررسی کردم. امروز قراره بریم سراغ چیزی که به نظر من قوی ترین ابیلیتی توی کل دنیاست، یعنی همون زمان. یعنی یه جمله بخوام راجبش بگم، زمان اینجوریه که بدترین دوست و بهترین دشمن توه. اگه حواست نباشه ممکنه از دستش بدی و هیچ وقت نمیتونی اون مدت زمانی رو که از دست دادی برش گردونی. حتی توی دنیای فیزیک هم برگشتن به گذشته خیلی غیر ممکن تر از اینه که ما به آینده بخوایم سفر بکنیم. برگشتن به گذشته یه جورایی نه توی منطق نه توی فیزیک خیلی، نمیگم غیر ممکنه، ولی خب شاید به اون راحتی نباشه که ما بتونیم با آینده حتی اگه یه روزی ممکن بشه سفر بکنیم. به نظر من زمان بیرحمانه ترین قاتلیه که وجود داره. همه چیز قربانیشه، از انسان گرفته تا حیوان، از درخت گرفته تا ساختمون، از هر جانداری، هر تمدنی که وجود داشته، هیچ کدوم نتونستن از دست زمان فرار بکنن. زمان همه چیز رو فرسوده میکنه و همه چیز رو نابود میکنه. حالا یه سوال پیش میاد، اگه یه روزی یه چیزی پیدا بشه که زمان نتونه روش اثر بذاره چی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه زمان نتونه اونو نابود بکنه و یه جورایی اون قاتل زمان باشه، یه جورایی زمان نتونه هیچ تأثیری روش داشته باشه. به نظر شما میتونه اون چی باشه؟ ولی من بعدش که به ابعاد این قضیه فکر کردم، زمان با همه این قدرتی که داره تنها یه چیزی میتونه روش تأثیر بذاره، این که بعد از نابودی تموم چیزهایی که میتونه روش تأثیر بذاره، بعد از اینکه کوچکترین چیز تا بزرگترین چیز رو از بین برد و چیزی دیگه ای نموند که دارای بعد فیزیکیه بتونه از بینش ببره، اون موقع است که زمان با دستای خودش رو نابود میکنه. چطور؟ چون چیزی دیگه نیست که بتونه روش تأثیر بذاره و بعد از نابودی تموم ما زمان خودش میمیره. خب حالا برگردیم به موقعی که زمان خودش متولد شد، یعنی 13.8 میلیارد سال پیش، وقتی که نه فضایی وجود داشت، نه زمانی، نه حرکتی، یه سکوت مطلق بود و بعدش از یه نقطه خیلی کوچیک و چگال بیگ بنگ به وجود اومد. اون نقطه کوچیک متراکم شد، بعدش سحابیا به وجود اومدن، کهکشان‌های اولیه، ستارگان و همه دنیایی که الان قابل مشاهده است بعدش به وجود اومد. زمان اونجا اون اوایل شروع کرد به در دست گرفتن همه چی و درک کردن این موضوع برای ما خیلی مشکله. فکر میکنیم زمان از خیلی قبلتر وجود داشته، شاید هم منتظر بوده و کمین کرده بوده که یه چیزی به وجود بیاد از اونجا بتونه خودش رو نشون بده به ما، در حالی که نه، زمان هم مثل همه ما از یه جایی به وجود اومده و قرار از یه جایی از بین بره، ولی نه با رفتاری که مثل ما میشه، نمیدونم چیزایی که روی ما آسیب برسونن بتونن روی زمان هم آسیب برسونن. نه،
و شاید تا حالا کسی پیدا نشده بوده مثل من از این دید بخواد به زمان نگاه بکنه. ولی به نظر من خیلی جالبه که چیزی که همه زندگی، نه تنها ما، همونطور که گفتم همه هستی رو تهدید میکنه، خودش هم توسط خودش وقتی که چیزی نبود که نسبت به زبان سنجیده بشه کاملا از بین میره، تا شاید اینکه دوباره یه جهان جدیدی خلق بشه بعد از یه مدت طولانی دیگه ای، یا اینکه خود زمان هم شاید توی ابعاد دیگه طور دیگه ای باش رفتار بشه و شاید حتی مثل فیلم اینترستلار بشه توی بعدای بالاتر مثل یه نردبون توی چند حج بینش جابجا شد و این شکلی مثل ما، یا مثلا مثل من که الان دارم تحلیلش میکنم، اینا برای اون موقع یه اشتباهی بیشتر نباشن. نیوتن میگفت که زمان مطلقه، یعنی همه جا یه جور میگذره، یعنی هر جایی، چه روی زمین چه خارج از زمین، یک جور میگذره. تا اینکه اینشتین اومد گفت که نه، اصلا هم اینجوری هم نیست، زمان کاملا نسبیه، بسته به سرعت، بسته به گرانش، بسته به جایی که وایستادیم، نسبت به سرعتی که داریم زمان کاملا میتونه کنتر یا اینکه سریعتر بگذره، که گرانش و سرعت تاثیر مستقیم دارن روی این قضیه. و خیلی جالب شاید باشه این موضوع که تموم زندگی هایی که اتفاق افتاده همه مموریش توی کیهان هست و هر چقدر ما از یه نقطه دورتر به اون موضوع نگاه بکنیم، هر چقدر دورتر بشیم از یک نقطه ثابت، میتونیم ببینیم که چه اتفاقاتی توی اون نقطه گذشته و چه اتفاقایی قراره بیفته. یعنی میتونیم نظارت بکنیم این قضیه رو. و حتی در مورد سرعتمون یه نکته‌ای که وجود داره این که برای فوتون ذرات سازنده نوره. برای فوتون وقتی که روی سطح خورشید با اون واکنش شیمیایی ساخته میشه، شاید خب شما فکر بکنید که 8 دقیقه طول میکشه تا به سطح زمین برسه، ولی خب اینو ما به عنوان ناظر داریم میبینیم. برای خود ذره فوتون از اون لحظه‌ای که به وجود میاد تا لحظه‌ای که به زمین میرسه، چون که سرعت نور هست 300,000 کیلومتر بر ثانیه، تقریبا این عدد به 0 میل میکنه و همون لحظه‌ای که متولد میشه همون لحظه هم از بین میره. یعنی اگر ما در نظر میگیریم که خب شاید از این سر یک کهکشان تا اون سر کهکشانش 1 الی 100 سال نوری طول بکشه، این برای یک ناظر اینقدر طول میکشه، وگرنه برای خود اون چیزی که حالا نمیتونم بگم جسم، چون جسم خیلی ممکنه که به سرعت نور برسه، ولی خب حالا در نظر میگم اون چیزی که قراره این مسافت رو طی بکنه برای خودش آنی اتفاق میفته. و این خیلی موضوع جالبیه به نظر من، چون کل این مدت زمانی که میگذره، یعنی 100 سال نوری، خب شاید فکر بکنید این طول کشیده، ولی خب برای کسایی که بیرون از این سرعت بودن این مقدار طی شده و شما آنی این لحظه رو طی میکنید. یعنی آنی، مثل همون حتی کوچیکترش رو با کرمچاله توی فیلم اینترستلار به ما نشون دادن، اونا توی چند لحظه از کرمچاله عبور کردن و رفتن و تاثیر گرانش و حالا و سرعت رو ما دیدیم که چقدر طول میکشه. برای کوپر که همون 37 سال نمیدونم چند سالش بود، ولی دخترش روی زمین، مورف، همچنان داشت سنش بالا و بالاتر میرفت، در حالی که برای اون این تأثیراتی که گرانش و سرعت داشتن روی جفتشون توی 2 تا مکان مختلف رو قشنگ به تصویر کشیده بود که بهترین قضیه رو متوجه بشیم. و حتی توی مقیاس خیلی کوچیکتر، اگه مثلا من به عنوان یک انسان، خب، و حالا دوقلوی من توی شهر دیگه زندگی بکنه، خیلی حالا مثلا سرعت پایینی داشته باشه، حالا کل روند زندگی من روی x2 باشه، خیلی سریعتر از اون باشه، من بیشتر از اون عمر میکنم. و حتی این موضوع توی نقاط قطبی و نقاط استوایی هم قابل توجهه.
یعنی میشه در نظرش گرفت. از همه این موضوعات در مورد زمان بگذریم، میخوام راجع به خود تاثیر زمان روی شخص خود من و زندگیم به عنوان یه انسان بگم. راستش رو بخواین من دیگه گذر زمان رو احساس نمی کنم. یعنی عقربه‌ای که روی دست من در حال گذر کردنه رو دیگه حسش نمی کنم. انگار همه چیز مثل یه تایم لپس برام رد شده. یعنی من هنوز حس می کنم همون بچه‌ای ام که داشت سعی میکرد همه چیز رو بفهمه، داشت تلاش میکرد که قدرتاش رو پیدا بکنه، مثل خیلی از شما که میدونم همتون تلاش میکردید همین کار رو میکنید، ولی با یه بدن بزرگتر. یعنی انگار همه این سالهایی که گذشتن همشون توی ذهنم هستن و خیلی نزدیکترن به هم نسبت به آینده و همونطور آیندهم خیلی نزدیکتره به من نسبت به گذشته و ما مثل یک دومینو در لحظه حرکت میکنیم و توی لحظه‌ای که ما هستیم، اگه الان اینجا ما گذشته رو داشته باشیم و همین لحظه‌ای که من الان دارم با شما صحبت میکنم و آینده رو داشته باشیم، مثل دومینو هر کدوم پشت سر هم دیگه میافتن و لحظات ما رو سپری میکنن. یه نکته وجود داره که من بهش دقت کردم و الان میخوام با شما در میون بذارم، اینه که توی تک تک این لحظه‌ای که میگذرن، توی تک تک این دومینوها و اون دومینویی که کج میشه نسبت به جلویی و همون لحظه‌ایه که در حال سپری شدنه، دومینوهای موازی هم وجود داره که میشه دنیاهای موازی ما و اینا چجوری شکل میگیرن با انتخاب‌هایی که ما توی زندگیمون میکنیم. برای همینه که من خیلی تاکید دارم که قبل از هر تصمیمی یک بار، هر چقدر کوتاه، چه 5 ثانیه چه 5 دقیقه، راجبش فکر بکنیم. شاید همون تصمیم کوچیک یه تأثیر بزرگ توی زندگیمون بذاره و هر تصمیمی که ما میگیریم میتونه یه دومینویی باشه، یه راهی باشه به یه دنیای جدید که اون رو ما خود ما خلق کردیم. شاید در آینده با تکنولوژی که الان من نمیدونم، با هر چیزی ما بتونیم این تصمیمات کوچیک یا بزرگمون رو بینشون جا به جا بشیم، ولی در حال حاضر این غیر ممکنه و سعی بکنید توی زندگیتون بهترین تصمیم رو برای خودتون بگیرید. منظور من از بهترین تصمیم کارهای خوب کردن یا نمیدونم یه راه مشخص کردن که نتونید دست و پای خودتون رو ببندین نیست. منظورم اینه که با یه نگاه بلندتر تصمیم بگیرید. اینجوری زمان خیلی بیشتری سیو میکنید و اینجوری کمتر در آینده خودتون رو سرزنش میکنید که کاش من اون زمان این تصمیم رو میگرفتم. و اینجوری به نظر من میتونید هم توی دنیاهای موازیتون هم توی زمانتون سفر بکنید. چرا؟ چون شما با ماهیت زمان آشنایی داشتید و تونستید بهتر تصمیم بگیرید. پس با صحبتایی که راجع به هر کدوم از این موضوعات ما کردیم، فهمیدیم اون چیزی که من تعریفی که من از پس با صحبت کردن راجع به زمان و ماهیت زمان و همه این موضوعاتی که بهش اشاره کردیم، مشخص شد که اونجوری که اولش من زمان رو تعریف کردم، یه غول و بیشا خود دوم، یه قاتلی که همه چیز رو نابود میکنه، واقعا اینجوری نیست. چون که زمان هست چون که باید باشه، همونطوری که ما هستیم چون که باید باشیم. شاید یه روزی دیدگاه ما نسبت به زمان تغییر بکنه، شاید تکنولوژی اونقدر پیشرفت بکنه که ما بتونیم زمان رو با گرانش کنتر و تندتر بکنیم و حتی بتونیم با یه روش هایی با نسخه گذشته یا آینده خودمون در ارتباط باشیم. ولی تا اون روز صحبت هایی که من کردم بهترین راه حل برای استفاده از زمان و همه این موضوع باعث میشه که به این نتیجه برسیم برای شروع کردن، برای تصمیم گرفتن هیچ وقت به میزان آبی که از لیوان ریخته دقت نکنیم. هیچ وقت دیر نیست. همیشه، حتی همین لحظه، حتی فردا، حتی شاید سال بعد برای شروع کردن دیر نباشه. چون مهم نیست از کجا شروع میکنیم، از اینجا به بعد مهمه. قصه رو از اونجایی که شروع میکنی به نوشتن ادامه میدیم، نه قبلش که حالا راجع به نوشتن فکر میکردیم.
همیشه سعی کنیم به جای این که راجع به چجوری انجام دادن یک کاری فکر بکنیم و زمان خیلی زیادی رو راجبش صرف بکنیم، بیایم انجام بدیم اون کارو و راجع به بهتر شدنش یه کاری رو انجام بدیم. چون اگه به این نکات توجه نکنیم ما متوجه میشیم سنمون گذشته و کلی زمان از دست دادیم و میتونستیم چه کارهایی انجام بدیم، ولی اون موقع دیگه هیچ کدوم از این حرفا به درد نمیخوره، چون زمان رد شده و هیچ وقت قرار نیست برگرد. و اونجاست که ما با یه کوله باری از حسرت نگاه میکنیم به کل گلدن تایمی که توی زندگیمون داشتیم و صرفاً داشتیم یا قصه میخوردیم یا اینکه وقتمون رو صرف آدمای جالبی نکردیم یا یه سری کارهایی رو انجام میدادیم که نه به اون صورت بهش علاقه داشتیم نه میتونستیم ازش دل بکنیم و صرفاً فقط انجام میدادیم چون نمیتونستیم توی شاخه‌ای که دوست داریم نمیخواستیم روش زمان زیادی بذاریم. حالا برگردیم به همین لحظه، یعنی همین زمانی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و همین لحظه‌ای که شما دارین این ویدیو رو میبینید. درست همین لحظه و هر لحظه‌ای که داره سپری میشه لحظه قبل، حال حاضر و لحظه بعد. ازتون میخوام نه وقتتون رو توی گذشته بگذرونید، چون خاطرات هیچ سودی برای ما ندارن. نگران آینده هم نباشید، آینده همین چند لحظه قبل بود که من داشتم بهش اشاره میکردم. سعی کنید توی لحظه با تصمیمات درست، با اتفاقات خوب، با چیزایی که خوشحالتون میکنن، میدونید براتون خوبن و هر اون چیزی که به نظرتون براتون بهتره رو انتخاب بکنید تا جدا از اون بتونید انرژی خوبی از خودتون ساطع بکنید و زندگی خوبی داشته باشید. و همه صحبت من راجع به زمان و اشاره کردن راجع به خود ماهیت زمان توی تمام هستی اینه که یک مدت زمانی قراره سپری بشه و قراره از این آبی که ریخته میشه، از این رودخونه‌ای که جاریه، از این اتفاقی که داره میفته ما بهترین استفاده رو ببریم. حتما اگه نظری راجع به ویدیوم دارید خیلی ممنون میشم توی قسمت کامنت سیکشن برام بنویسید. حتما چنلم رو ساب کنید و اگه قسمت قبل رو ندیدید از اینجا ببینید. نظراتتون خیلی برام مهمه، خیلی خوشحال میشم، خیلی کمک بزرگی میکنید که برام کامنت بذارید و ویدیو رو لایک بکنید. تا یه قسمت دیگه، خداحافظ.